زندگی با آیه ها. 30 آیه را بخوانیم، حفظ و زندگی کنیم. سلام بر شما روزه‌داران عزیز. سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها: کدام آیه قرآن تأثیر شگفت‌انگیز دفع بدی با نیکی را در تبدیل شدن دشمن به دوست بیان می کند؟ گزینه 1 آیه 74 سوره مبارکه فرقان، گزینه 2 آیه 26 سوره مبارکه اسراء، گزینه 3 آیه 1 سوره مبارکه همزه و گزینه 4 آیه 34 سوره مبارکه فصلت. علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه میتونن عدد گزینه صحیح رو به سامانه پیامکی 301153 پیامک کنن. هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح رو ارسال کرده باشن کمک هزینه سفر به کربلای معلی اهدا میشه. طاعات و عباداتتون مورد